یه جوری میگن دشمنه، انگار ما آمریکا اسرائیلیم، یا انگار ما انگلیسیم، یا انگار ما ملکه‌ایم، یا انگار ما شاه جایی هستیم که از ما دشمنید یا مثلا متنفرین. من یه خواننده هم دیگه، تنفر نداره آقا. دوست نداری گوش نده دوست عزیز، تنفر نداره اصلا. دوست نداری نه یا تو پیجام گوش نده. برای چی باید با من متنفر باشید وقتی منو حتی نزدیکم ندید، وقتی فقط آهنگامو دارید گوش میدید؟ لایف استایل و زندگی من به خودم ربط داره. شما برای چی به خاطر تتوام یا به خاطر اخلاقم یا به خاطر هر چیزی که ربط به خودم و خانواده‌ام و دوستام داره برای من از من متنفر میشید؟ حق ندارید هیتر باشید، حق ندارید دشمن باشید. هیتر یعنی چی؟ دشمنه یعنی چی؟ میخواد تو رو عصبی کنه یعنی چی؟ برای چی باید من عصبی کنید؟ برای چی باید با من دشمنی کنید؟ من خواننده‌ام، دارم آهنگ درست کنم شما حال کنید.